وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان در سالهای اخیر با وجود چالش‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی تلاش‌های ارزنده‌ای را برای بهبود نظام صحی کشور انجام داده است. در این راستا توجه خاص به ولایاتی چون دایکندی که از نظر جغرافیایی و دسترسی با مشکلات بیشتری مواجهند از اولویت‌های اصلی ما بوده است. دایکندی با مردمی فهیم، متدین و مقاوم شایسته بهترین خدمات صحی می باشند. امروز ما در نقطه ای ایستاده‌ایم که هم فرصت داریم و هم مسئولیت. فرصت برای ساختن آینده‌ای بهتر با تکیه بر تخصص، شفافیت و تعهد و مسئولیت برای پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم. ریاست جدید صحت عامه این ولایت باید با ایجاد هماهنگی مؤثر با نهادهای محلی، مراکز صحی، شوراهای صحی و جامعه مذهبی زمینه ارائه خدمات با کیفیت ارزان و فراگیر و عدالت محور را فراهم بکنه انشاءالله. تقویت منابع انسانی صحی از طریق آموزش، جذب و نگهداری پرسنل متخصص، توسعه زیربناهای صحی به ویژه در مناطق دوردست و صعب العبور، مبارزه با بیماری‌های ساری، سوء تغذی و مشکلات صحی زنان و کودکان و مادران و اطفال، دیجیتال سازی خدمات صحی و ثبت شفاف معلومات برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، نظارت جدی بر توزیع عادلانه دوا و تجهیزات. صحت فقط ساختن شفاخانه و توزیع دوا نمی باشد. صحت بخشی از کرامت انسانی است و به عدالت اجتماعی، امنیت، رفاه و توسعه گره خورده است. هر گامی که برای بهبود صحت برداشته شود، در واقع گامی است به سوی افغانستانی سالمتر و باثبات‌تر و مرفه‌تر. ریاست صحت جدید ولایت بامیان باید با تکیه بر تجارب گذشته، تعامل سازنده با تیم صحی، گوش دادن به صدای مردم، استفاده از داده‌های صحی برای تصمیم گیری و تمرکز بر مراقبت‌های اولیه فصل جدیدی از ارتقاء خدمات را آغاز کند. ما به عنوان وزارت صحت عامه متعهد به حمایت تکنیکی، نظارتی و پالیسی سازانه هستیم و انتظار داریم که رهبری جدید در هماهنگی کامل با مرکز زمینه‌های انکشاف بیشتر را فراهم بسازد. رهبری وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان از همه مردم شریف بامیان، شوراهای محلی، رسانه‌ها و شرکای انکشافی می‌خواهیم که با تیم جدید ریاست صحت عامه همکاری صادقانه و سازنده و دوامدار داشته باشند که بدون این همکاری جانبین قطعاً ما به دستاوردهای متوقعی که در پالیسی‌ها و در استراتژی‌های صحت عامه هست نخواهیم رسید.